میخوای تردمیل بخری ولی نمیدونی خانگی بهتره یا باشگاهی؟ نکنه پولتو دور بریزی؟ خیلیا فکر میکنن تردمیل باشگاهی همیشه قوی‌تر و بهتره، ولی این یه اشتباه بزرگه که جیبتو خالی میکنه. تفاوت اصلی تو 3 چیزه. اول، موتور. تردمیل باشگاهی برای 12 ساعت کار مداوم ساخته شده، ولی تو خونه نهایتاً 2 ساعت استفاده میکنی. پس موتور یه تردمیل خانگی با کیفیت کاملاً کافیه. دوم، اندازه. مدل‌های باشگاهی قول، پیکر و سنگینن، ولی تردمیل‌های خانگی مدرن تاشو جمع و جور طراحی شدن برای فضای آپارتمان. سوم، قیمت. تردمیل باشگاهی چند برابر گرونتره، پس برای خونه یه تردمیل خانگی استاندارد بهترین و هوشمندانه ترین انتخابه. میخوای بدونی چه تردمیلی برات مناسبه؟ کامنت بذار مشاوره تا کارشناسای ما رایگان راهنماییت کنن.